در دنیای نبردهای هوایی فقط قدرت آتش کافی نیست. سرعت، تکنولوژی، بقا و هوش مصنوعی تفاوت بین شکارچی و شکار رو رقم میزنه و اینجاست که سوخو 35 وارد میشه. یه هیولای روسی که بهش میگن شکارچی بیرحم آسمون. تو این ویدیو با 5 ویژگی مرگبار این جنگنده افسانه‌ای آشنا میشیم. آماده‌ای؟ پرواز شروع شد. 1. مانورپذیری افسانه‌ای. سوخو 35 با موتورهای رانش برداری سه‌بعدی مانورهایی انجام میده که هواپیماهای معمولی حتی نمیتونن تصورش رو بکنن. کبرا، گردش فلت، توقف در هوا. این جنگنده میتونه با این حرکات دشمن رو گیج کنه و در کسری از ثانیه پشت سرش قرار بگیره. تو نبردهای نزدیک یه مرگ خاموشه. 2. رادار ایربیس ای با برد 400 کیلومتر. رادار پیشرفته ایربیس ای میتونه تا 30 هدف رو درگیر کنه و با 8 تا به صورت همزمان درگیر بشه. این رادار حتی جنگنده های پنهانکار رو شناسایی میکنه، اونم از 400 کیلومتری. یعنی هیچ کس نمیتونه بی سر و صدا بهش نزدیک شه. 3. تسلیحات متنوع و قابلیت چند منظوره. از موشک‌های هوا به هوا گرفته تا بمب‌های هوشمند زمینی، سوخو 35 یک پلتفرم همه‌کاره است. هر مأموریتی که بهش بدی با دقت بالا انجامش میده. هم شکارچیه، هم بمب‌افکنه، هم محافظ آسمان. شماره 4. برد عملیاتی بالا بدون سوختگیری. با برد 3600 کیلومتری این پرنده میتونه وارد قلمرو دشمن بشه، عملیات رو انجام بده و بدون سوختگیری برگرده. برای مأموریت‌های دوربرد و تهاجمی یک گزینه استراتژیک محسوب میشه. 5. سیستم‌های دفاع الکترونیک پیشرفته. سامانه خیبینی ام سوخو رو مثل یه روح در آسمون میکنه. موشک‌های دشمن رو منحرف میکنه، رادارها رو کور میکنه و با اخلال الکترونیکی دشمن رو نابود میکنه قبل از اینکه بتونه واکنشی نشون بده. در پایان سوخو 35 فقط یه جنگنده نیست، یه ترکیب از تکنولوژی، دقت، قدرت و وحشت برای دشمنه. اگه از این ویدیو لذت بردی حتما کانال بوف رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ ویدئویی رو از دست ندی. هر هفته با یه ویدئوی خفن از دنیای جنگ افزارها، تکنولوژی نظامی و دانستن‌های باحال مهمون خونت میشیم.